بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. من کاوان صنیعی در یکی دیگر از ویژه برنامه‌های مختص به خیزش سراسری مردم ایران بر علیه نظام جنایتکار جمهوری اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. برای برنامه امشب 3 مهمان عزیز دعوت کردیم که خدمتتون معرفی میکنم: رفیق وریا احمدی، رفیق سانان محمدی و رفیق فرخ معانی. رفقا درود میفرستم خدمتتون. سلام عرض میکنم، خسته نباشید. رفیق فرخ. با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. و رفیق سانان عزیز. خدمت شما و همکاران محترمتون، رفقای عزیزم وریا و فرخ و همچنین بینندگان تلویزیون CPI. من هم درود میفرستم خدمت شما بزرگواران و خوش آمد میگم حضورتون رو در برنامه امشب. موضوعات مختلفی در طی این هفته ما برای بررسی و بحث برای امشب در نظر گرفتیم. یکی از این موضوعات که سرتیتر خبرگزاری‌های معتبر دنیا هم بوده، موضوع وکالت دادن فعالین سیاسی، همچنین هنرمندان و ورزشکاران بوده. در این زمینه من از رفیق سانان محمدی میخوام که در مورد این بحث که چرا هنرمندانی که تا دیروز با خاتمی عکس میگرفتن، با در کنار روحانی بودن، آیا اینها پابند به اصولی که برای هنر تعریف شده، قواعدی که براش تعریف شده نیستن و الان چگونه است که موضع خودشون رو عوض کردن و چنین به قول معروف رنگ عوض میکنن هر بار؟ بیشتر میخوایم در این رابطه بحث کنیم. رفیق سانان، کارشم در این زمینه توضیحاتون رو بشنوم. ولی من میخوام اینجوری شروع بکنم که مطرح کردن وکالت به نوعی منحرف کردن افکار عمومی بود در روزهایی که سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی به جهانیان شناخته شد. من فکر میکنم اولین هدف این کمپین منحرف کردن افکار عمومی بود از قضیه تروریست بودن سپاه و این موضوع چهره واقعی سلطنت طلب ها رو تا یه حدی بهتر مشخص کرد که میشه گفت آن روی سکه حزب اللهیه ایران هم. در این کمپین هم ورزشکاران هم هنرمندانی بهش پیوستند و به هر حال حمایت کردن از آقای پهلوی. برای بعضی از این هنرمندان واقعا یه جای سوال بزرگ داره. مثلا هنرمندی مثل آقای اقبالی، داریوش اقبالی، در زمان حکومت پهلوی 9 بار به زندان افتاد به خاطر خوندن یک ترانه. و چی باعث شده که امروز آقای اقبالی به این کمپین به پیونده؟ این یه سوال بزرگه واقعا. به هر حال از نظر من خیلی مسائل میتونه تأثیر داشته باشه و هم مسائل شخصی. شاید یک نفر فکر بکنه در آینده‌ای که مثلا پهلوی‌ها دوباره حکومت رو تو ایران به دست بگیرن، این هم بتونه یه جایگاه مناسب تری داشته یا اینکه بتونه یه تریبون های بیشتری در اختیارش داشته باشه. از طرفی کسایی مثل آقای ابی که اول حمایت کردن ولی بعد دوباره تیوت زدن که اشتباه کردن و با رفتاری که سلطنت طلبها از خودشون نشون دادن برخلاف دموکراسی و اون چیزایی هست که طی سالهای گذشته از خودشون شنیدن و ابی واقعا از این موضوع برگشت. از یه طرفی مثلا ورزشکاری که در سالهای گذشته به آقای روحانی وکالت داده بود
در روزهایی که به آقای موسوی وکالت داده بود امروز به آقای پهلوی وکالت شد. مشخصا این نوع انسان ها از خودشون حداقل از نظر سیاسی چیزی به همراه ندارن. خب از جایگاهشون نمیترسن رفیق سانان؟ اینا بالاخره به جایگاه هنریشون، شخصیشون، شخصیتیشون لطمه وارد بکنه. راستشو بخواید من به عنوان یه هنرمند حتما میترسم، ولی گفتم شاید منافعشون در اون باشه. شاید میتونه چیزهای زیادی تاثیر داشته باشه. شاید بزرگترینش منافع شخصی باشه. شاید این مطرح باشه که مثلا بعضیا فکر کنن که ما میتونیم با این اتحاد از جمهوری اسلامی بگذریم و بعداً میتونیم فلان کارو فیسار کارو انجام بدیم. شاید اینم یه نوع دیدگاه باشه در بین بعضی از هنرمندان یا ورزشکاران، ولی در کل من فکر میکنم مطرح کردن این به عنوان اون چیزی که من بهش معتقدم، مطرح کردن قضیه وکالت آقای پهلوی به انحراف بردن مبارزات در ایران از یه طرف و به انحراف بردن تروریست شناختن سپاه پاسداران بود در این طرف. اصلا اهمیت هنر در چنین جریانی وقتی خیزشی در یک کشور اتفاق میفته، جایگاه هنر چی هست؟ ما برخوردهای رژیم رو هم میبینیم با هنرمندان. کسی مثل همون رپر معروف اصفهانی که حکم سنگین بهش دادن، الانم گویا میگن بعضی خبرگزاری ها که گوشش ناشنوا شده، بعضی ها میگن حتی بیناییش رو از دست داده. جایگاه هنرمندا و اثرشون در جریان خیزش ها، در جریان انقلاب چی هست؟ تمام خیزش های انقلابی در سراسر دنیا از گذشته تا به حال و من فکر میکنم در آینده هم هنر انقلابی خودشو به همراه داره. مثلا در جریان انقلاب شیلی هنرمندای مشخص مثل ویکتور خارا تا امروز هم نامشون به نیکی برده میشه. در جریان انقلاب 57 خیلی از سرودهای انقلابی که در اون خیزش و اون انقلاب درست شد الان هم ورد زبان مردم ایران هست. ببخشید توی این خیزش هم حتما هنرمندها و سرودهای انقلابی جایگاه خاص و ویژه خودشو داره. از سرود برایه تا خیلی از هنرمندان، از کرمانشاه یاسین و مثلا تا توماج صالحی تا خیلی از کسای دیگه که اومدن و در این زمینه به حال هر کسی به نسبت توان خودش تلاش کرد که در زمینه این انقلاب کمکی کرده باشه، هم در داخل ایران هم در خارج ایران. بعضیاشون در خدمت انقلاب و بعضیاشون در خدمت جریانی خاص، مثلا مثل سلطنت طلب ها. به هر حال من فکر میکنم هنر واقعی و هنرمند واقعی حتما کارش و هنرش در خدمت مردمی که روزانه تو خیابون ها هستن و روزانه ازشون کشته میشه، روزانه ازشون زخمی میشه و خیلی هاشون رو دستگیر میکنن و میبرن به زندان ها. هنرمند واقعی در خدمت اون مردمی هست که در خیابان ها هستن هر روز و هر شب. الان در 4 ماهه که بدون خستگی و خستگی ناپذیر واقعا در خیابان های ایران بودن. من فکر میکنم هنرمندان واقعی در خدمت خیزش انقلابی و مردم خواهند بود و هنرمندهایی که منفعت طلب و دوراندیش از نظر اقتصادی هستن حتما در جریان‌های خاص، بخصوص جریان‌هایی که فکر میکنن شاید در آینده حاکم باشن تو ایران وابسته خواهند شد و مشاهده هم کردیم در روزهای گذشته. بسیار سپاسگزارم رفیق سانان. همین رو میخواستم بدونم، اگه بشه کوتاه بیان کنید که ویژگی این هنرمند متعهد چی هست و چگونه میتونه صداش رو به مردمی که در داخل هستن با تمام موانعی که رژیم مثل قطع کردن اینترنت، مثل بستن
بسیاری از راه‌های ارتباطی، چگونه میتونن صداشون رو برسونن، میتونن صدای بی صدایان داخل ایران باشن، صدای اعدامی‌ها، شکنجه شده‌ها، زنان زندانی، زنانی که بهشون تجاوز شده، چگونه میتونن انعکاس بدن این زجرها که ملت کشیدن در ترانه، در شعر و هنرشون؟ در دنیای امروز شاید به صورت موقت مثلا حکومت جمهوری اسلامی بتونه فیلتر بکنه که مثلا مردم از واتساپ یا تلگرام نتونن استفاده، اما به صورت دائم نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده. به هر صورت با دنیای پیشرفته امروزی قطعا صدای انسانهای آزادیخواه و صدای هنرمندای آزادیخواه و برابری طلب به گوش مردم خواهد رسید. در دنیای امروز شاید بتونن مردم و جوانها، زنان و دختران ما رو تو زندانها نگه دارن، ولی صدای هنرمندای واقعی در امکانی که امروز برای مردم هست هیچ وقت در زندان و پشت میله ها مسدود نخواهد شد. صدای هنرمندای انقلابی و واقعی حتما به طرق مختلف از رادیوها، از تلویزیون هایی که مشخصا تلویزیون شما که از این تلویزیون هست میتونه به گوش مردم ایران برسه و به هر حال فکر کنم هنرمندای متعهد آنهایی خواهند بود و هستند که با مردم زحمتکش، با کارگران و زحمتکشان جامعه ایران خودشونو مثل اونا میبینن، نه اینکه بعضی از هنرمندان با طیف‌های خاص که عرض کردم خدمتتون و رو به بالا میخوان خودشونو به اصطلاح با اونا بیشتر بشناسونن یا مطرح کنن و برای آینده بهتر از نظر اقتصادی. به هر حال من امیدوارم که هنرمندای واقعی صدای زندانیای سیاسی، صدای زنان و دختران و صدای جوانان مملکتمون باشند و صدای اونا رو به صورتی دیگر با شعر و هنر و با موزیک و با هر امکانی که در خدمتشون باشه و بتونن استفاده بکنن به گوش مردم ایران برسونن. بسیار سپاسگزارم رفیق سانان محمدی از حضور پربارتون تو این برنامه. حتما این وعده رو میدیم که در برنامه‌های آتی هم در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود و بیشتر از کاراتون، از برنامه‌هاتون قطعا برای بینندگان هم خواهیم گفت. به دلیل ضیق وقت از خدمت شما عزیز بزرگوار مرخص میشیم و میرم خدمت دو مهمان دیگر برنامه. رفیق فرخ گرامی، میخوام این پرسش را از شما مطرح بکنم که در حالی که در جامعه شعارهایی مثل نه سلطنت، نه رهبری، آزادی و برابری داده میشه، چه لزومی داره اصولاً عده‌ای بلند شن و وکالت بدن؟ اصلا چرا ملت باید قیم بخواد؟ بله، این سوال خوبیه. واقعا چه لزومی داره؟ در واقع من فکر میکنم این بحث وکالت و این کمپین وکالت که راه افتاده در واقع زمین سازی یا زمین چینی برای اتفاقی که سال 57 به شکل دیگه افتاد. یعنی در واقع سوار شدن بر موج انقلابی که هی حاضر کف خیابان هست، مبارزین خودشو داره، تلفات خودشو داره میگه و نهایتا عده‌ای بیان حالا در اینجا فرد مشخصی با طیف معینی بیان سوار این موج بشن و در واقع انقلاب رو بدوزن. و من اساسا فکر میکنم ما در مرحله از تاریخ نیستیم، نیازی به این نیست که فردی حتی حزبی به عنوان اصلاح سلطنت طلب به عنوان یه حزب هم در نظر بگیریم بخواد وکالت این انقلاب رو به عهده بگیره. ما شاهدیم به قول شما تو جامعه به کرات اینو شنیدیم تو تظاهرات، تو شعارها، که حتی از نسل جوان که در واقع رژیم قبلی را هم تجربه نکردن و از اونا میشنیم که هیچ کدام از این دو نوع حکومتی که
مردم ایران تجربه کردن رو نمیخواد. خب این به صراحت هست، وجود داره. من فکر میکنم نباید این داستان رو اینقدر جدی بگیریم. یعنی در واقع این جدیتی که تو خارج از کشور و متاسفانه بعضی از رادیو تلویزیون هایی که به هر حال امکاناتی بیشتری دارن به این قضیه دامن میزنن، فکر میکنم تو جامعه اون جدیت رو ندارن. بسیار عالی. رفیق وریا، نظر شما در این رابطه چیه؟ اصلا اون میزان هوشیاری جامعه الان حال حاضر ایران رو در اون حد میبینید که قبول نکنه چنین توطئه‌هایی، چنین نقشه‌هایی رو و راه خودش رو ادامه بده؟ ببینید، به نظر من این باید توی یک چارچوب تاریخی ارزیابی کرد. اونم اینه که جمهوری اسلامی و سلطنت طلبها چقدر اینا در سرکوب مردم و در خفخان و در بی‌حقوق کردن مردم ایران نقش همکارانه داشتن با هم دیگر. مثلا مثل نمونه بگم، دوران شاه چقدر مسجد تو ایران ساخته شده. یعنی از وزیرانی که اون موقع توی زمان شاه مثلا خودشون مستقیما توی این کار دخالت داشتن، میگن نزدیک 55,000 مسجد ساخته شده تو اون دوران. بعد مثلا میبینی که مردم میان قیام میکنن، ولی قبل از اینکه شاه بره اسلامی ها اصلا یک بخشی از حکومت بودن، این بخش بزرگ از این حکومت بودن که اینقدر آمادگی داشتن این وقتی این حکومت رفت بتونن اون یعنی بتونن خودشون رو سوار بکنن بر اون موجی که بود اون زمان و بتونن مثلا این انقلاب رو مهار بکنن. توی تاریخ از این جور چیزا هست، مثلا توی سوسیال دموکراسی هم هست، یه احزابی هستن واقعا آدم میتونه بگه خب این حکومت رو دارن دست به دست میکنن. میبینید مثلا توی تاریخ بعد از جنگ جهانی در آلمان 2 حزب مشخص هستن که همیشه یا این حاکم بوده یا اون حاکم بوده. من توی مثلا حالت بسیار یعنی خب خیلی دور از اینجاست چون که قابل مقایسه نیست، ولی این تلاشایی که این سلطنت طلبها الان دارن میکنن دقیقاً تلاشی است که اگه جمهوری اسلامی رفت خب بتونن به شیوه‌ای بتونن این انقلاب رو دوباره مهار بکنن و بتونن چیزی که جمهوری اسلامی نتونست بکنه رو انجام بدن. حتمی نیست که فقط سرکوب باشه. یعنی توی بعد از اینکه شاه رفت جمهوری اسلامی خب سرکوب داشت، ولی فقط سرکوب نبود، ده طرح دیگری هم بود که این انقلاب رو مهار کرد. این به نظر من توی این چارچوب باید بگنجه که الان مثلا خب این همه تلاش در سطح دنیا از دنیای خارج از جنبش موجود در ایران، مثلا توی آمریکا یه جمعی میشینن یه ائتلافی رو درست میکنن، خب خارج از این جنبش واقعی است که توی ایران هست. به این دلیل این تلاشایی که اینجا صورت میگیره اصلا این پدیده های مثل وکالت و اینا میارن به طور واقعی. این بحثی است که هم رفیق سانان گفت و هم رفیق فروخ، این داریم تلاش میکنه یه چوبی رو لای چرخ این انقلاب بذاره و بتونه از نظر امکاناتی که دارن و واقعا قدرت مطبوعاتی که دارن بتونن مثلا یه چیزی رو عقلانی بکنن که خودش از بیخ عقلانی نیست. به نظر من اگه این جنبش زن زندگی آزادی و این جنبشی که به طور واقعی توی ایران داره دست و پنجه نرم میکنه با رژیم جمهوری اسلامی، اگر اون جنبش بتونه راه خودش رو ادامه بده، اینا میتونن این ور و اون ور بکنن به اون جوری که خودشون دلشون میخواد، نمیتونن صاحبش بشن. ما باید نیرومون رو بذاریم اونجایی که هست. ببینید سلطنت طلبها 43 سال اونام هستن، 100 تا طرح عوض کرده اند. 1 سال قبل کلمه زن زندگی آزادی توی هیچ قالبی از اسناد اینها اصلا مسئله زن
مسئله زندگی واقعی انسان، مسئله آزادی به طور واقعی توی جامعه ایران توی هیچ مناسبتی از اینا نمیبینیم، توی هیچ اسنادی از اینا نمیتونی پیدا کنیم. این جنبش این اومد و این جنبش اینا رو توی اسناد ایران اینها وارد کرد. اینا دارن روی این جنبش سرمایه گذاری میکنن، یا سرمایه که دارن روی این جنبش الان کار میکنن که چگونه بتونن خودشون یه جوری بهش غالب بکنن، چون امکاناتشو دارن. در نتیجه به نظر من نباید سر این که اینا الان خوب دارن چیکار میکنن زیاد بریم. اونا میتونن مثل هر چیزی رنگ، یعنی اونا رنگ خودشون رو امروز فردا میتونن عوض بکنن. 10 تا تاکتیکو میتونن عوض، اصلا چهره ندارن اینا، اصلا واقعا کاراکتر ندارن، اصلا شخصیت ندارن. امروز یه حرفی میزنن، 2 ماه دیگه یه حرف عکسشو میتونن بزنن. چون ولی چیزی که ثابت مونده امکاناتی هست که دست اینا هست. خب این جنبشی که توی ایران هست، این اگر بتونه لغزش پیدا بکنه، اگر این بتونه شک و تردید پیدا بکنه، اگر اونجا بتونه مشکل پیدا بکنه، مطمئن باش اینا یه راهی پیدا میکنن که سوارش بشن. و اگر اونجا محکم ما بیستیم، اگر همون انسانایی که از هر گونه امکاناتی که این دنیا وجود بوده، چه دوران شاه و دوران جمهوری اسلامی محروم بودن، اگر اونایی که خالق همه چیز هستن خودشون صاحب هیچی نیستن، اگر اونها بتونن این بیداری خودشون حفظ بکنن، که من خیلی امیدوارم و فکر میکنم این کار صورت میگیره، اگر اونا این رای رو ادامه بدن که تا الان ادامه دادند، این وکالت و 100 تا طرح دیگری بیارن، این میاد و میره، چیزی میمونه اون جنبش برخواسته و مطالباتی که باید خودش برای اجرای این مطالبات یک کاری بکنه. بدون اون میرم خدمت شما رفیق فرخ. به نکته اشاره کردن رفیق اوریان، اونم اینه که خب میخوان مانور بدن روی این شعار زن زندگی آزادی و ازش بهره برداری کنن به نفع خودشون. رسانه های زیادی هم هستن، رسانه های بورژوازی که در خدمت این جریان هستن و دارن به نوعی پاکسازی میکنن یا در واقع میشورن اون چهره کریه و زشت خشونتبار رژیم پهلوی رو. لازم اشاره بکنیم که همین روزا بود فکر کنم سالگرد تیرباران بیژن جزنی بود، رفیق بیژن جزنی. 9 نفر رو در تپه های زندان اوین تیرباران کردن، همین رژیم پهلوی. الانی هم که ما جمهوری اسلامی میبینیم در واقع فقط جای تاج و عمامه عوض شده و الا چیزی تغییر نکرده. الان اگه حکم محاربه میدن بدون دسترسی به وکیل، اون موقع هم حتی نذاشتن. یعنی وقتی مطالعه میکنی در مورد اینکه اون 9 نفر چجوری اعدام شدن، کسایی بودن اتفاقا اینا که برای اولین بار ماهیت هیولایی مثل خمینی را آشکار کردن. کسی مثل بیژن جزنی جز معدود کسایی بود که اشاره کرد به این قضیه و ماهیتش رو آشکار کرد. اما رژیم پهلوی خیلی راحت تیربارانش کرد. اونایی که آگاه بودن میتونستن جامعه رو آگاه کنن. الان هم رسانه هایی هستن، همون موقع که BBC پوسترهای خمینی رو پخش میکرد، شبنامه هاشو بیرون میداد میفرستاد ایران، الان هم یه مجموعه رسانه هایی هستن میخوان همین کار رو بکنن برای شخص شاهزاده. وظیفه رسانه های چپ چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ وظیفه فعالین داخل چیه؟ اونا چیکار باید بکنن که دیگه اون کلاهی که سال 57 سر ملت رفت و اون ذهنیت گرایی که بر عقل گرایی حاکم کردن تکرار نشه؟ بله، من این بحث رو فکر میکنم یک کمی عمومی‌تر، یک کمی تاریخی‌تر اگر راجعش صحبت کنیم شاید بهتر به نتیجه برسیم و نتایج بهتری ازش بگیریم. شما در نظر بگیرید اینی که راست چه کار میکنه یک قضیه. خب ما به عنوان رسانه های چپ و سوسیالیستی شما خب وظیفه‌مونه که به هر حال افشا بکنیم، بگیم که در واقع اینا پشت صحنه این ظاهر امروزی که به خودشون گرفتن در واقع چه هست و برنامه هاشون چیه. خب این جای خود داره، به هر حال این کارا رو میکنیم. ولی اساسی تر از این به نظر من
در واقع وظیفه‌ایه که ما به عنوان احزاب چپ سوسیالیست و آحاد چپ داریم. من میگم شما اگه یک کوتاه به تاریخ چندین و چند ساله ایران، حداقل 150 ساله ایران که ما بندازیم، متوجه میشیم که تو تمام دوران‌های تاریخی ما به عنوان کمونیست، به عنوان چپ سوسیالیست بیشترین تلفات دادیم، بیشترین مبارزات رو کردیم، بیشترین شکنجه ها رو دیدیم، ولی عملا سر بزنگاه موقعی که بایستی در واقع ابراز وجود میکردیم و قدرت سیاسی رو به دست میگرفتیم کم آمد به عنوان چپ، به عنوان سوسیالیست. ما تاریخ اگر ورق بزنیم این به وضوح این پیدا. ما امروز همون جاییم، یعنی در واقع چیزی تغییر نکرده. پس بس اینجاست ما به عنوان احزاب چپ و سوسیالیست و آحاد چپ باید چه کار کنیم. امروز باید چه کار کنیم. گفتم راست کار خودش رو داره میکنه، به هر حال تلاش خودش رو میکنه. من به عنوان یک کمونیست هیچ مخالفتی سر این قضیه ندارم. آقای پهلوی و هر کسی دیگه به عنوان فرد، به عنوان شهروند ایرانی بیاد مبارزه کنه، کار سیاسی بکنه، فردا پس فردا تو ایران آزاد، تو ایران دارای دموکراسی فعالیت سیاسی شروع بکنه. از این نظر هیچ مشکلی ندارم. ولی بحث من اینه که به عنوان گویا چون فرزند یک شاهی است و خون شاهی در اون است و این جایگاه بخصوصی به قول خودشون میگن فرهنگی سیاسی تاریخی بهش میده، خب این خواب پاشیدن تو چشم مردم در واقع تو این دوران تو قرن 21 این حرفا دیگه معنی نداره. مخصوصا برای خاورمیانه ما میدونیم که بعضی وقتا اینا مقایسه میکنن با اروپای آزاد، به حساب با اروپای دموکرات مقایسه میکنن. کار خب تو بعضی از کشورها هم سلطنت هست، این سلطنت مشروطه است و از این حرفا، در حالی که مردم ایران میدونن که سلطنت تو اون منطقه یعنی چی. مثلا این یه شوخی تاریخی سلطنت مشروطه و فلان اینا، ما اینو داریم و یقینا تکرار خواهد شد. بحث اینجاست. من دوباره بحث رو متمرکز میکنم تا اینکه ما به عنوان احزاب چپ و آحاد چپ، به اصطلاح چپ منفرد، باید اختلافات خودمون داریم، اشکالی هم نداره، در اونو با قول معروف با حفظ اون بیایم نقاط مشترک اونو پیدا کنیم، با هم به یک اتحاد وسیع چه در سطح ایران چه در سطح کردستان و منطقه وجود بیاریم که سخنگوی این جنبش باشیم. چون این جنبش از روز اول نشون داده و اون شعار اساسی که این جنبش رو به حرکت در آورد نشون داده که این جنبش چپ سکولاره و نماینده واقعیش ما هستیم به عنوان افراد چپ سیاسی. باز اینو نماینده میکنیم و هیچ راهی نداریم، مجبوریم به فکر اتحاد وسیعی باشیم که بتونیم این جنبش رو نماینده کنیم. بسیار عالی. رفیق پوریا، خیلی ها این مقوله رو بهونه قرار میدن برای وکالت دادن به کسی مثل شاهزاده که این جنبش چون رهبری نداشت، چون فاقد رهبری مشخص بود، به اینجا ختم شده. هرچند من باور ندارم که جنبش فروکش کرده، همچنان ادامه داره، مبارزات هست. نمونش هفته هایی که در سیستان بلوچستان اجرا میشه، شبایی که شعارها سر داده میشه، شعار نویسی میشه. این نشون میده که این جنبش زنده است، هنوز پابرجاست و داره مقاومت میکنه. تجمع خانواده‌ها جلوی زندان و بسیاری موارد دیگر میبینیم. حتی تو دانشگاه هم این جریان هنوز پابرجاست و تداوم پیدا کرده. شما نظرتون چیه راجع به این مورد که این بهانه‌ای که میارن اصولاً که ما باید وکالت بدیم به این شخص که پیشینش رو رفیق فرخ هم به خوبی بحث کردن که چون منتسب به فلانی باید حتما ایشون باشه و اصولاً چه نیازی هست که چه این رهبری باید بالا سر همچی جنبشی قرار بگیره؟
ببینید وقتی ما از جنبش خودمون صحبت میکنیم، یعنی جنبش کارگر زحمتکش برای یک دنیای بهتر، برای یک دنیای لایق شأن انسان، خب یه جوری حرف میزنیم و یک راه دیگری رو داریم برای اینکه بتونیم به این هدفمون برسیم. و وقتی که از تغییر یک رژیم، فقط صرفا یک رژیم تغییر بکنه حرف بزنیم، یه راه دیگری داره. اگه قرار باشه فقط یک رژیم تغییر بکنه و یعنی رژیم‌ها، خب توی سطح دنیا ما شاهد هستیم و خیلی از رژیم‌ها میان و خیلی دیگه میرن و به طور کلی حتی با کودتا میتونن بیان برن. اگر اینجوری نگاش بکنی خیلی کارتونی میشه. مثلا مجاهدین خب همین الان خیلی وقت دولت خودشو داره، حتی وزیر و وزرای خودشو داره، همه اینا رو داره، حتی اسمن هم دارن. یعنی خب اگر سلطنت طلبان یا جناح راست جامعه همیشه از این جور چیزا دارن برای روز خودش. خب من زیاد روی سوخت و سازی که اینا دارن برای اینکه این کارو بکنن نمیتونم حرف بزنم، برای خودشون حرف بزنن. چیزی که ذهن ما رو مشغول کرده اینه که سوخت و ساز ما چجوریه، ما چجوری به این هدفی که داریم میخوایم برسیم میرسیم. اگر این جنبشی که در ایران الان یک جنبش چپ هست، اگر این جنبش برای یک زندگی بهتر داره مبارزه میکنه، اگر این جنبش برای آزادی زن، آزادی بچه، دنیایی که بچه همون توش شکوفایی داشته باشن، برای آرامش، برای امنیت، برای رفاه، برای یک زندگی لایق داره مبارزه میکنه، خب این سوخت و ساز شوخی نیست. ما اگر مثلا چند روز تو خیابون نباشن به این معنی نیست که خاص و مطالبات دیگه خاص و مطالبات مردم نیستند. به نظر من ما باید روی این کار بکنیم که یعنی ساده نیست، ساده نباید نگاش بکنیم. مثلا یه حکومتی توی جایی تو آفریقا همین الان شاید چند نفر مسلح میان حکومت رو عوض میکنن، چند نفر دیگه رو میذارن جاشو، تموم شد، رفت پی کارش. خب حکومت ایران اگر مثلا چنین نگاش بکنه یه قیافه دیگری به خودش میگیره. اگر واقعا امکان پذیره مثلا سپاهپاسداران میتونه خیلی کارا رو بکنه همین الان، ولی بحثی که ما داریم اینه که ما این ما میخوایم تشکیلات داشته باشیم، تشکیلاتی که بتونه امروز نطفه مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی باشه، فردا ارگان اداره حکومت مردمی باشه. خب اینا رو مگه میشه توی یک جامعه از این سر تا اون سر 80 میلیونی فراخوان داد، هزار نفر رو به خیابان آورد، ساعتش رو تعیین کرد، ساعت حتی ساعت خاتمش رو تعیین کرد و مردم بیان و این اعتصابات رو بکنن و بعدش هم بگی رهبری نداره؟ مگه میشه مثلا تظاهرات زیادی رو کرد، خاص و مطالبات با شعارات مشخصی؟ این شعارا رو مگه کیا می‌نویسن؟ مگه مردم شعارا رو چجوری تکرار میکنن؟ مگه این مردمی که الان تو خیابون هستن یا روی چله‌های مثلا سر قبرستان میرن، مگه اینا خود به خودی هست؟ اگه خود به خودی هست چرا نماز میخونن اونجا؟ مگه تاریخا نماز نخوندن سر قبرستون؟ چرا یه ملا اونجا حرف نمیزنه؟ اگه رهبری نداره، اگه بلبشوست، اگه هیچ کسی نیست، به نظر من ما باید اینا میگن در موردش. چرا میگن؟ برای اینکه به خودشون متعلق نیست این جنبش. این جناح راست میگه برای اینکه خودشو همسو نتونسته بکنه. اگر این جناح راست یک شعار رو میتونست پیدا بکنه توی این جنبش عظیم در ایران، حتی مطمئن باشون رو زیر ضربین میذاشتن و میگفتن ما ولی با این همه احزابی که هستن، این همه جریانات مشخصی که توی این دنیا وجود دارن، این همه تلاشی که کردن و این همه امکاناتی رو دارن، مشکل ساده رو دارن، نمیتونن بگن که این جنبش مال ماست. برای همین الان مثلا سلطنت طلبان هم هی تلاش میکنن، میگن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. الان یه چیز دیگه اضافه کردن، میگن شاه وطن آبادی. چیزی رو میارن. من میگم این تلاش اون است. ما نباید از طریق تلاش اون هم ذهنمون منحرف بشه، از چیزی که شروع کرده این فاصله بگیریم.
این نقطه مهمترین نقطه است که ما میتونیم بگیریم. چیزی که این دنیا رو تکون داده شهر نیست، هیچ کدوم از جنایات راست نیستن. چیزی که این دنیا رو تکون داده مردم زحمتکشی هستن که از زندگی خودشون ناراضی هستن و میخوان این زندگی رو وارونه رو عکسش بکنن، میخوان این زندگی رو برای خودشون یک زندگی امنی درست بکنن. خب اگر این جوری هست مثلا روی این کار بکنیم. چجوری میتونیم این بحثی که رفیق فاروق کرد، بحثی که خودت کردی، چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ خب چجوری شروع کردیم؟ الان کجای کاریم؟ چه کاری رو کردیم که این همه ملت و این همه مردم به ما دارن نگاه میکنن؟ الان امروز مثلا اتحادیه های کارگری اروپا دارن موضوع گیری میکنن. اتحادیه پشت سر اتحادیه های بزرگ میلیونی، اتحادیه دیگیبی آلمان البته هنوز ننوشتن ولی تلویزیون گفت دارن مینویسن، اعلامی پشتیبانی خودشون از جنبش ایران، از کارگران ایران. CGT فرانسه، ILO سوئد و چیزای اسکاندیناوی، اینا به نظر من ما باید روی این کار بکنیم که یه ذره فاصله بگیریم از اینکه راست چه کار میکنه، چه طرحی میاره، چه طرحی میبره. خب ما باید مواظب باشیم، ولی مواظبت ما این نیست که مثلا الان بگیم حرف پسر شاه مثلا اشتباه میکنه، این حرفو زده، حرف دیگری درسته. وظیفه ما اینه که بگیم که امروز مثلا همون چیزی که الان گفتید، یه ذره مثلا مردم تو خیابون کم شدن، ما چجوری میتونیم اینا رو دوباره بیشتر بکنیم؟ ما چجوری میتونیم مثلا تنوع مبارزاتمون رو بیشتر بکنیم؟ ما چجوری میتونیم مطالباتمون رو بیشتر و مشخصتر بکنیم؟ این کلمه ایران یا کردستان یا بلوچستان نیست که تو دنیا دهن به دهن داره میچرخه، مطالباتی است که اونجا مطرح شده. اگر نه مردم هنوز زیاد دور نیست از نظر تاریخی، تمام کشورهای عربی اومدن و حتی حکومتاشون رو از بین بردن. چرا اینقدر در توی دنیا نتونستن محبوب بشن؟ برای که مطالباتی که اونجا بود مطالبات عوض کردن یه حکومت بود، نه زیر رو کردن زندگی. باور بکنید که این جناح راست الان مثلا مثل نمونه بگم توی آلمان، این آقای اولاف شولتز وقتی میگه ما اقدام باید بکنیم، فقط حرف نمیزنیم اقدام میکنیم، نتیجه عملیش اینه که مرتجع ترین نوع افکار ایرانی طلب ها رو دارن دور خودشون جمع میکنن. پری روز توی شهر میلیونی ما یه جلسه کوچکی که 12 نفر توش بودن شرکت کردن، گرفتن 20 تا روزنامه و رادیو اینا در موردشون صحبت کرده که مثلا دیروز یه تظاهراتی قرار بوده برگزار بشه. یعنی ببینید اینا اینجوری اقدام میکنن، ولی خب ما هم بیکار نیستیم دیگه. اینا چرا به لذت انداخته شده اند؟ چرا اینقدر ناآرامن؟ چرا اینقدر میترسن؟ باور بکنید برای اینکه اولاف شولز میدونه اگه این جنبش توی ایران سر بگیره، این دولت آلمان مشکل پیدا میکنه. این دولت آلمان هم باید تلاشی بکنه که آزادی ها رو به جایی که محدود بکنه باید بیشتر باج بده، باید بیشتر یعنی اینجاست که اینقدر توی این وضعیت مردم دنیا به هم آمیخته شده اند. اینجوری نیست که فقط اینترنت، از طریق اینترنت جوانان ایران دسترسی پیدا بکنن به مطبوعات دنیا و اینفورماسیون اطلاعات بیشتری داشته باشند. تأثیرات مستقیم زندگی ما روی همدیگر روزانه است. به این دلیل که این سیستم سرمایه‌داری یک سیستم جهانی است. خب اینا نگران وضعیت خودشون توی ایران، اصلا اینا نگران منافع خودشونن. حتما در این رابطه بیشتر بحث میکنیم چون وقت ما زیغ کمه. میرم سراغ موضوع بعدی. رفیق فاروق، در خبرهایی که داشتیم لایحه بودجه تصویب شده در مجلس، با تمام کسری که داره، حتی یارانه دارو رو قطع کرده، چه میدونم بودجه معلولین رو به اصطلاح قطع کرده، یارانه دارو رو کم کرده، یعنی به شدت پایین اومده، مبلغ بسیار هنگفتیش کمه. خب این لطمه بزرگی به کسایی میزنه که بیماری‌های خاص دارن، چه میدونم مریضی در خانه دارن، اونایی که دیابت و مشخصاً مریضی هایی دارن که واقعا نیازمند به دارو هستن.
در کنار این مسئله ادعا کرده که برای سال آینده 50% حقوق و مزایای معلمان، بازنشستگان و کارمندان رو بالا برده. چقدر این صحت داره و با واقعیت تورمی که الان هست، با توجه به دلاری که مرز 45,000 تومان رسیده، تطابق داره؟ نخیر، امروز از من 45,000 تومان هم گذشت. گویا تو بازارهای ایران 45,500 خرید و فروش شده. نخیر، این واقعیت نداره. همین الان خود مصوبه های کارمندان، بازنشستگان، کارگران که تو مصوبه هایی که دارن، تو قطعنامه هایی که می‌نویسن ذکر میکنن که همین الان اگه حقوق 3 برابر بشه هنوز کفایت نمیکنه، هنوز سطح معیشت این طبقه رو در واقع به یک سطح بگیم عادیه که بتونه زندگی عادی پیش ببره چیز نمیکنه، کفایت نمیکنه. از یک طرف از اینو داشته باشین، حتی اگه من میگم 50% که ادعا کردن، در واقع حتی اگه بتونن اینو انجامش بدن که تقریبا غیر ممکنه. البته چند ماه پیش یک سری از دستمزدها رو به هر حال یه مقداری چیز کردن، تغییر دادن، افزوده‌ای داشتن اینا، ولی فرض کنیم همین 50% هم که مطرح میکنن کردن و شدنیه، یعنی انجامش میتونن بدن. این کفاف زندگی عادی مردم رو نمیکنه، با توجه به تورمی که موجوده، تورمی که بعضا خودشون وجود میارن و برای پر کردن به اصطلاح جیب خودشون و کمبود بودجه دولت این تورم ها رو خودشون بعضا عمدن درست میکنن. سپاهپاسداران مخصوصا از وجود آمدن این تورم ها سودهای حلال میبرن. این یه واقعیت جامعه است. و از اون بر شما در نظر بگیرید همین نمونه هایی که شما گفتین راجع به داروها، راجع به معلولین و این کم کردن این بودجه این طیف از امکانات اجتماعی، از اون طرف شما در نظر بگیرید که اماکن مذهبی کمیسیون های چه میدونم ارشاد و رادیو تلویزیون و به هر حال دستگاه های تبلیغاتی رژیم با چه درصد بالایی از اضافه بودجه روبرو هستند. بعضا من یه نگاه کوتاه به این ارقام کردم، بعضی از ارگانات تا 60% اینا بر بودجهشون افزوده شده، در حالی که جامعه در این فلاکتی که ما میبینیم غرق شده. در این شرایط نابسامانی که وجود داره، واقعا مردم دارن روزانه با تورم و روزانه با زندگی خیلی سختی روبرو هستن که مجبورن برای تامین نیازهای اولیه زندگی خودشون دست به هر کاری بزنن. شما اونا که در کنار این میذاریم متوجه میشید که این دولت تنها و تنها به بقای خودش فکر میکنه و بقای خودش هم در تبلیغات، در اضافه کردن بودجه نیروهای سرکوبگر و الی آخر. بسیار عالی. رفیق اوریا، یکی از چیزهایی که میتونه تداوم ببخشه به این جنبش، خب همین وضعیتیه که مردم درش گیر کردن. باور کنید مثلا من بعضی وقتا گزارش‌های به دستم میرسه مثلا از شهرهای بزرگ، کلان شهرهایی که مردم میگن میریم تو خیابون، جدیدن عده‌ای میان مثلا هیچی ندارن، هیچی نخوردن، یارو از 24 ساعت چیزی نخورده، میاد التماس میکنه، میگه مثلا یه چیزی برام بخر، گشنمه، واقعا چیزی نخوردم. واقعا هم نگاه میکنی به قیمت‌ها، به نرخی که هست و تورم فزاینده‌ای که لحظه به لحظه هم داره افزوده میشه برش، نگاه میکنی آدم وحشت میکنه. این ملت چیزی برای از دست دادن نداره.
و این وعده وعیدایی که رژیم میده چه تأثیری میتونه داشته باشه و خودش هم اینو بالاخره میدونه دیگه، میدونه این مردم چقدر دیگه میتونن تحمل کنن، جایی هم ندارن برن، کاری هم معجزه‌ای نمیتونن بکنن که زندگیشون از این ور به اون ور بشه. ببینید این چند تا مؤلفه داره که توی این موقعیتی که ما الان هستیم باید در نظر داشته باشیم و اونم مثلا پول بدون پشتوانه است که حکومت داره چیز میکنه، تولید میکنه، قول و قراردادهایی است که داره میده. این حکومتات توی این اواخر عمرشون همه قول و قراری رو حاضرن بدن. به نظر من ما باید تلاش بکنیم که اون قول و قراری که خودشون میدن رو سعی بکنیم اینقدر بهشون فشار بیاریم اولا این رو اجرا بکنن و تلاش بکنیم که واقعا وضعیت اقتصادی به خصوص وضعیت اقتصادی خودمون و دور و برامون توی ایران از این بدتر نشه. اونم چجوری میشه؟ اون به نظر من مثلا آرژانتین و توی خیلی جاها، تو بنگلادش، تو خیلی بخشی از کشورهای آفریقا، حتی آمریکای شمالی، اینا تجارب واقعا گرانبهایی هست که مردم توی اوقات بحرانی چه کاری کردن. مثلا تو بنگلادش من میدونم مثلا حتی کارخونه های ویرانه رو مردم دوباره رفتن چیز کردن، یعنی خودشون دوباره اون کارخونه ها رو آبادان کردن و یه شرکت های تعاونی رو ازش ساختن و خودشون و دور و براشون رو مثلا تأمین میکردن. خب یه فرقی داره که این اون حکومت هایی که اونجا بودن مثلا بهشون تحمیل میشد یا میتونستن بهشون تحمیل بکنن که حتی اون چیزایی که اونجا درست میشد، حتی من میدونم بخشن مثلا به آلمان وارد میشد، یعنی میتونستن این کارا رو بکنن. به نظر من توی ایران چیزی که الان مهم است تشکیل صندوقهای تعاونی، صندوق محلات. فقط اینا نیستن که گرسنه هستن، انسانای بسیار بسیار زیادی هستن که الان با هم بودنشون باید معنی پیدا بکنه. یعنی این چیزی که توی جامعه هست یه جوری باید تلاش کرد که بتونیم مثلا سر خودمون تقسیم بکنیم. این همبستگی پولی یا تعاونی میتونه نطفه حکومت آینده رو درست بکنه، میتونه ما رو یاد بده که چه شکلی میتونیم بعد از این رفتن جمهوری اسلامی واقعا از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با هم بودنمون رو تأمین بکنیم از نظر عملی. من مطمئنم اگر مثلا مردم محلات فقیر نشین، به خصوص مردم محلات فقیر نشین، اگر مثلا این کارا رو بکنن خودشون ممکنه ایده هایی رو داشته باشن که اصلا ما ازشون یاد بگیریم، یعنی حتما اینجوری خواهد شد. ولی این خیلی مهمه که توی چنین شرایط هایی آدم تلاش بکنه. مثلا الان شما به دارو اشاره کردید، ممکنه ما مثلا این تعاونی ها نتونن دارو رو از بیرون به ایران وارد بکنن، چون همش از طریق سپاهپاسداران میره به طور واقعی. ولی دارو یعنی توی ایران توی محاصره دارویی نیست، میتونه دارو وارد بکنه و بقیه چیزهای دیگری که حتما از طریق دارو نیست آدم میتونه خودش تأمین بکنه. یعنی این ما باید اینجوری فکر بکنیم که با بودن جمهوری اسلامی و نبودن جمهوری اسلامی ما باید این زندگی رو درست بکنیم. الان با بودن جمهوری اسلامی باید با اون مبارزه بکنیم، اگر اونم نمود خوب باید خودمون یه کاری بکنیم. اینه که فقط چنین چیزی ما میتونه ما رو به یک کانالی ببره که حتی این مثلا خواب و خیالایی که طرف راست جامعه میبینه برای آینده ما تازه اونا را مثلا خلصا بکنه. در نتیجه من بیشتر به کارهای تعاونی، کارهای جسد جمعی، افکار چگونگی رو در روی دست جمعی با این مشکلات، من مطمئنم مثلا تو دوران خودش ما حتی رفیق فاروق میدونه ما مثلا گندم میآوردیم، خب مردم تو شهر سرندج مثلا خیلیاشون میتونستن همینجوری نان بگیرن. یعنی خیلی مثلا سوال نمیشه مثلا این کار رو کرد. من مطمئنم شدنی هست، مطمئنم که مردم زیادی حاضر این کار بکنن، فقط شکل و شیوه مبارزات ما باید یک قدم جلو بره، یعنی یک کاری بکنه که این خود مدیریتی رو، خود اداره ای رو یه جوری یه معنی امروزی بهش بده تا اونجایی که ممکنه.
من هیچ توقعی نه از جمهوری اسلامی و هیچ قدرت دیگری نمیتونم داشته باشم که حتی با فشار آوردن به اونا این مشکلات حل بشه. به این دلیل ما تمام زمانی میتونیم به اونا فشار بیاریم که خودمون یه کاری کرده باشیم، یعنی خودمون یه تلاشی کرده باشیم. در نتیجه به نظر من اون چیزهایی که شدنی هست توی همین موقعیت باید، یعنی چیزهایی که تحمیل میشه به جمهوری اسلامی اونو قبول بکنیم، بالاخره پیگیریش بکنیم که میگه 50% اضافه، خب بکن دیگه این 50% سریع انجام بده که مثلا وضعیت ما از این بدتر نشه. یعنی توی همین حالت ما به همه چی باید فکر بکنیم. اگر نمیشه مثلا برید فقط مثلا بگی تو خیالت مبارزه بکنی یه حکومتی رو ورداری بعدش هم تازه فکر بکنی ببینی چیکار میکنی. توی این نقاط بحرانی بسیار حساس هست که فعالین محل توی زندگی واقعی مردم چیکار میکنن و نقشی که اونا ایفا میکنن، این نقش میتونه حیاتی باشه، میتونه آینده جامعه رو تأمین بکنه و یا میتونه حتی به بارگاه‌های خطرناکی ببره. بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم. اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردی. تجربه همین تعاونی‌ها رو ما در اوایل انقلاب داریم، در کردستان بوده، در تاریخچه که برای کماله هم هست و نقشی که داشته به خصوص در شهری مثل سنندج و مریوان به خوبی ذکر شده که چه نقش ارزنده‌ای داشتن این تعاونی‌ها. رفیق فرخ، در کنار این خبر دیگه هم در خبرگزاری‌های چه خارج از ایران و چه داخل ایران منعکس شد، اون هم این خبر بود که کمیته تفحص مجلس لیست بلند بالایی از مفسدین دولتی، عموماً مدیران دولتی شرکت‌های مختلف هستند، چیزی بالغ بر 104 یا 105 شرکت با حقوق‌های نجومی، اینا رو جدیداً بیرون دادن و ادعا کردن که میخوان با اینا برخورد کنن با مفسدین. خب یکی از خواسته های مردم در اعتراضات همین بوده، یعنی چیزی که باعث شده که مردم انقدر آسی بشن، فساد گسترده‌ایه که در دستگاه حاکمه وجود داره. چقدر این میتونه صحت باشه و چقدر بر این باور هستید که این خیزش انقدر فشار آورده به رژیم که بخواد دست به همچین ابزاری ببره؟ این خیزش در واقع آره انقدر پیش رفته، انقدر جلو رفته، انقدر عمومی و عظیم شده که به هر حال این دولت و این حکومت رو مجبور کرده که یک سری در واقع وعده ها بده. این حرفی توش نیست، ولی واقعا فقط در سطح وعده است، یعنی بیشتر از این نیست. شما در نظر بگیرید کلیت این نظام فاسده، کلیت این نظام در واقع در دزدیدن اموال این ملت و این مملکت شریک است. همه ارگانش، از خود بیت رهبری بگیر تا اون نماینده که تو مجلس میشینه، به هر حال از موقعیتشون سوء استفاده میکنن و میدوزن، یعنی در فساد متورن. میشه شما، یعنی این منطقیه که از دولتی با یه همچین خصوصیتی، با یه همچین خصایل انتظار داشته باشید که با فساد مبارزه بکنه. این فقط به قول معروف به ساکت کردن این موج اعتراضی عظیمه که بتونن مقداری اینو آرامش کنن در کنار کارهای دیگه که انجام میدن، از سرکوب و اعدام و غیره گرفته، میخوان به هر حال از این گردم استفاده بکنن و بتونن مقداری این خروش مردمی رو به هر حال آرامتر بکنن، وگرنه غیر ممکن، نه در توانشون هست و نه ارادهشو دارن که به شکل پایه‌ای و مثمر ثمر به این به اصطلاح فسادهای موجود در سیستم حکومتی یا بخوان رسیدگی بکنن. اینو ندارن. ممکنه حالا قبلا هم دیدیم، شاهدش بودیم، نمونه هایی رو بیارن اینا به اصطلاح مثل مهره های برها از بین رفته، مهره های چیز بیارن اینا رو مثلا
محاکمه بکنن، بعضا زندانی بدن، بعضا حتی حکم اعدام بدن، یه همچین کارهایی هم کردن. ولی در سطح وسیع اونجوری که در واقع این لیستی که اعلام کردن به نظر من غیر ممکنه که بخوان یه همچین کار پروژه بزرگی رو به دستور کار خودشون قرار بدن، هرچند این لیست در مقابل واقعیت این نظام لیست خیلی خیلی کوچولویه، چیز عجیب غریبی نیست. بسیار عالی. رفیق قوریا، میخوام نظر شما رو بدونم. بخش‌هایی از خود حاکمیت هم نسبت به مقوله فساد بسیار ناراضیه و صداشون در اومده. برای نمونه مثلا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شخص مکارم شیرازی، مثلا قالیباف رفته دیدارش، سردار وحیدی رفته دیدارش و تأکید کرده روی این مسئله و من احساس میکنم که بعد از گفتگویی که میان اینها صورت گرفته این لیست هم عنوان شده. شما چقدر باور دارید که رژیم همچین کاری میتونه بکنه، دست ببره، چون میدونه زیر پاش داره خالی میشه و تو موقعیت متزلزلی قرار داره و باید یه عده رو قربانی بکنه به هر شکل، یا نه مثل دوره های پیشین میاد کسایی مثل این جمشید بسم الله هایی رو پیدا میکنه و میگه این دلارایی که رفته بالا عاملش ایشون بوده و فلان، یه حکمی به یه چند تا شخص نامعلومی میده و میخوابونه؟ اگه کوتاه جواب بدی ممنون میشه. من نظرم اینه که جمهوری اسلامی همونجوری که رفیق فرخ هم گفت تو دوران مختلفی کارهای کرده و به خصوص تو دوران بحرانیش بالاخره الان جمعی تو خودش نگران هستن و این نگرانیشون واقعیه و به طور واقعی اگر اون نگرانیای یعنی اگر بتونن از نظر خودشون یک راهی رو پیدا بکنن که این نگرانی رو کم بکنه، خب باید انجام بدن. یعنی حتما میکنن، من فکر میکنم این کارو میکنن، یعنی جمعی رو قربانی میکنن، منتها دیگه به دردشون نمیخوره، چون به نظر من این گذشته از سر جنبش ایران، از وضعیت مردم ایران بعد از 43 سال این دیگه گذشته. این یعنی بکنن یا نکنن نورن به فعالین این جنبشی که الان در راه هست دیگه اصلا کسانی نیستن که به نوعی استحاله و تغییر و یا رفرم در این رژیم امید داشته باشن. در نتیجه اون تلاشی هم که بکنن حتی برای رفرم های جدی هم به نظر من نتیجه گیری نمیتونه داشته باشه. ممکنه حتی اونم حتی یه ذره ضعیفترشون بکنه. در هر صورت فکر میکنم تأثیری روی روال و سوخت و ساز جنبش و حتی تکامل این جنبش نخواهد داشت. بسیار عالی. میرم سراغ پرسش پایانی و از شما شروع میکنم دوباره رفیق قوریا. یکی از جلوه های فساد در جمهوری اسلامی بحث تجاوزه. نمونهش سعید طوسی بود و ما هم دیدیم که جالب اینجاست که به فرزندان بسیاری از خود مسئولین بود که کلاس قرآنش میرفتن تجاوز کرد. اما اینکه در این مدتی که این خیزش ادامه داشته و هنوز ادامه داره، در مدت کوتاه چند روز گذشته، حدوداً 5-6 روز گذشته، دو مورد آشکار میشه. یکی در کوهدشت یه راننده سرویس آموزش پرورش بچه‌ها رو می آورده می برده، به 15 دانش آموز تجاوز میکنه. بعد آموزش پرورش هم در جواب میاد میگه این مسئولیتش با ما نیست، چون خارج از حیطه مدارس بوده و تو خیابون بوده و ربطی به ما نداره. یا در مشهد مربی فوتبالی که وابسته به نهادهای امنیتیه، مردم بر اثر بدحالی یکی از این فوتبالیست‌ها، این بچه‌های کوچیک، پی میبرن که این فرد چه جنایتی انجام داده. وقتی بازجویی میشه ازش، اعتراف میکنه به میزان تجاوزهایی که انجام داده، به جای اینکه پیگیری بشه، رژیم میبینیم برخورد با مردم میکنه و مردم مجبور میشن تجمع بکنه. در چنین لحظه‌ای چیکار باید کرد؟ بعضی از این اتفاقا خیلی کوچیکتر از این هم میبینیم در جوامع دیگه کل کشور رو تکون میده، اما در ایران چنین واقعی کم نیست واقعا و اول بار هم نیست تکرار میشه. چیکار باید کرد و مردم چگونه باید با این مسئله برخورد بکنه؟
به نظر من مردم با کلیت این نظام میتونن رو در روی بکنن، چون از روز اول تا امروز توی زندان ها جزو بخشی از سیاست رسمی این دولت است و حتی من یادم تو اون اوایل نامه میفرستادن به خانواده دخترانی که هنوز باکره بودند و اعدام میبایست میشدن، یعنی اول بهشون تجاوز میکردن بعد اعدامشون میکردن. و این رژیم، من هیچ حرف و هیچ توضیحی براش راستش ندارم. فکر میکنم این رژیم اگه بره مردم بعداً تازه میتونن امکانش اینو داشته باشن که نوع جنایت هایی که اینا کردن رو یه جوری بازگو بکنن یا ثبت بکنن تو تاریخ. تو هیچ چارچوب اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیکی نمیگنجه که آدم بتونه روش حرف بزنه به غیر از این اسلامی ها. و این اسلامی ها توی این رابطه باور کن سابقه 1400 ساله دارن. توی یعنی این ما که خودشون توضیح بدن چرا اینجوریه. من هیچ توضیحی ندارم، فقط آرزوم اینه که فکر میکنم یک روز عمر این جمهوری اسلامی کمتر بشه، تجاوزهای زیادی هم کمتر خواهد شد. بسیار سپاسگزارم. رفیق فرخ، شما چی نظر شما در این رابطه چیه و مردم چگونه باید با این مسئله برخورد بکنن؟ اونایی که به عنوان قشر خاکستری از پشت بام ها نظاره‌گر بودن، کنار خیابون، تو مغازه هاشون میدیدن جوانای مردم داره قربانی میشه و حس میکردن خطر دنبال اونا نمیاد، جمهوری اسلامی شامل اون چه میدونم مشکلی برای اونا ایجاد نمیکنه، اما امروزه میبینیم به فرزندانشون هم رحم نمیکنن و نهادی مثل آموزش پرورش وظیفش تربیته و مسئولیتش همینه. در کشورهایی که شما حضور داری، کشورهای اروپایی، یه دونه معلم پا میشه خارج از مدرسه هم یه تعهدی داره نسبت به اون دانش آموزا، پیگیری میکنه. اما چگونه است که نهادی مثل آموزش پرورش در ایران خیلی راحت عنوان میکنه نه خارج از اداره آموزش پرورش بوده، خارج از مدرسه صورت گرفته، ربطی به ما نداره؟ بله، واقعا بحث اصلی همینه که شما میگید، مردم باید چیکار کنن. قبل از هر چیز به نظر من خانواده ها بایستی با فرزندانشون رفتاری داشته باشن، رابطه ای رو داشته باشن که اگه فرزندانشون خارج از محیط خانه و همچین اتفاقی براشون افتاد بتونن مطرح کنن، با پدر مادر، با والدین مطرح کنن و والدین این مسئله رو به اصطلاح چیز نبینن، مسئله ناموسی نبینن، مطرح کنن، برن شکایت کنن، تجمعات درست کنن. یعنی در واقع با پوشش گذاشتن سر یه همچین مسائلی که گویا آبرومون میره، نمیدونم تو محله آبروریزی میشه، اینو مسکوت نمیدن. این قبل از هر چیزه و همین اعتراضی که درست شده من فکر میکنم بایستی سمبل بشه، نمونه بشه به بقیه مواردی که آمده. همون داستان توسی که شما مطرح کردین بودن جوانایی که در ایران اومدن جلو مطرح کردن، گفتن این اتفاق افتاده و همه در جریانش هست. ولی چرا جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی این قضیه انقدر بارزه؟ شما اشاره کردین تو کشورهای اروپایی الان یه همچین مسئله جنایت خیلی بزرگی محسوب میشه، یعنی جز جرم‌های خیلی خیلی بالای جنایی محسوب میشه که با قول معروف شما حتی اگه چپ نگاهی یه بچه‌ای بکنی یا حالت دختر که پسر به منظوری حتی به هر حال لمس بکنی یا اینه که نگاه کنی، اینا با جرم‌های خیلی سنگینی رو خواهید بود. ولی در جمهوری اسلامی این قضیه اینطوری نیست. بعضا رفیقوری ها اشاره کرد این واقعا ریشه در مذهب داره، این ریشه در اسلام و مذهب داره. حالا شاید یه فرصتی جایی به راجع این قضیه مفصل‌تر صحبت کرد. شما در نظر بگیرید چند وقت پیش من تو اخبار دیدم که گویا یه آقایی رفته جنایتی از این دست مرتکب شده، میبرن دادگاه و صحبت بکنن، میگه شیطان تو پوستم رفت. خب میگن آره چیکارش میکنن؟ شیطان تو پوستم. یعنی شما در نظر بگیرید مسائل اجتماعی، مسائلی که در واقع قوانینی که انسان تو دنیای مدرن برای زندگی بهتر، زندگی پاکتر، زندگی
بی‌دغدغه‌تر درست کرده، اینا یه جورایی وصلش بکنن به شریعت، به شیطان، به نمیدونم، و اینجوری به راحتی از کنارش میگذرن. همین موردی که شما صحبتش رو کردیم، این 15 و این بچهای تیم فوتبال، دولت گفته حالا ما پادرمیانی میکنیم، رشته‌فیدی میکنیم، قضیه رو حلش کنیم. کجای دنیای همچین اتفاقی میفته؟ نه، اینا واقعا معضلات جامعه، معضلات عظیم این جامعه است و به قول رفیق‌الدین با نابودی این رژیم این معضلات هم، این مشکلات هم برطرف میشه. ولی خب تا اون موقع میگم باید مبارزه مستقل در این زمینه انجام بشه. خانواده ها نگذرن، پنهان نکنن، دنبالش برن و کارو به افکار عمومی برسونن. یعنی مردم باید مطلع باشن و مردم همون به اصطلاح قشر خاکستری که ما ازش صحبت بکنیم بایستی واقعا به نیروی عظیم این جنبش ها بپیوندن و چیز کنن، خواستار از بین رفتن این ظلم فجی، واقعا فجی. آدم نمیدونه راجع چجوری صحبت کنه وقتی شما از حکومتی که به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه از این مسئله استفاده میکنه چه انتظاری دارید؟ که اگه توی جامعه اتفاق اینجوری افتاد، حالا اگه طرف هم یه مقداری موقعیت اجتماعی در حال که حالا به لحاظ مالی چند به لحاظ موقعیت اداری بالا باشه، مثلا چه برخورد؟ بسیار سپاسگزارم رفیق فرخ گرامی، همچنین رفیق بوریای نازنین از مشارکت شما در این برنامه. بسیار سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. تا دیداری دیگر و برنامه زنده دیگر، هر دوی شما عزیزان را به روزهای خوش، روزهای روشن و پیروزی می سپارم. خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشید. بسیار ممنون، خسته نباشید. سپاسگزارم. من هم شب بخیر میگم خدمت شما و همه عزیزان. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، همون گونه که مهمانان عزیز برنامه ما هم اشاره کردن به این مقوله، چنین اتفاقی بسیار وحشتناک. کودکان در جامعه امنیت ندارن. یکی از نکاتی که یا یکی از جاهایی که مکانهایی که همیشه میگفتن امنیت هست، بچه‌مو میفرستم اونجا چیزی هم یاد میگیره برای آیندهش، خوب مدرسه است. اما الان میبینیم در نظام پلید جمهوری اسلامی در مدرسه هم کودکان ما امنیت ندارن و این باید یه چیزی رو درون شما بیدار بکنه. در جامعه مثل جامعه کردستان، جامعه تحضر یافته و آگاه و بیدار، برای مقوله جریانی که برای شلر رسولی اتفاق افتاد خیزشی شکل گرفت. مردم به عرصه اومدن، به خیابون‌ها ریختن. امیدوارم مردم مشهد هم این اتفاق رو دست کم نگیرن. مردم غیور لر در لرستان و کوهدشت به خیابون‌ها بیان و اعتراضشون رو نسبت به این رژیم فاسد و پلید اسلامی نشون بدن. واقعا هیچ جا دیگه امنیتی نیست. رژیم به هر ابزاری که در دستشه داره مردم رو قربانی و سلاخی میکنه. چه با آلودگی هوا که در همین یکی دو روز گذشته بالغ بر نهاد خودشون هم اعلام کردن، بالغ بر 45,000 نفر به خاطر آلودگی هوا دارن میمیرن. امیدوارم چیزی درون شما مردم بیدار بشه، اونایی که تا حالا نپیوستن برای روزهای آتی بپیوندن. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. بینندگان گرامی، تا دیداری دیگر، شبها و روزهای بسیار خوبی برای شما عزیزان آرزو مندیم. مدانم ای غزالم از چه دشت، زمانی از سر